کند سپر سینه‌ای پر از محبتش کیستان کند زفر در نبرد دشمنان ملتش آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو سیته زد و به جان اهریمن آن که صبح و شام کشید نظم صف خواند و قصیده و ترانه وطن. این سفری که ما کردیم به قطعه استرالیا و قطعه زیلند نو یک بار هم 120 دولتی که ما سفر کردیم. این سفر ما با مناسبت به استقلالیت جمهوری تاجیکستان 35 سالگی بخشیدیم. برای همین خیلی یک سفر دور و دراز بود. قریب وقتی پرواز 74 ساعت 50 دقیقه پرواز عمومی باشد قریب 52,000 کیلومتری را تشکیل کرد که اگر فکر کرده گوییم این اگر گرد زمین یک بار چرخ زنیم 46,000 می شود. از گرد زمین هم برآمده رفتیم. وقتی پرواز کردیم به قطعه استرالیا و قطعه زیلندیا ویزای زیلندیا داشتیم. ویزای استرالیا باید میدادن که تا همون روز آخر ویزا پیدا نشدیم و مجبور شدیم که پروازمان رو تغییر دهیم. تقریبا 10,000 کیلومتر زیادتر با پرواز رو تغییر دادیم. طریقی باید استرالیا میپردیم، طریق استرالیا نشد و طریقی از کره طریقی سینگاپور و زیلندی نو فیجی پرواز کردیم. خیلی نصیب باشد کنی کمی ببینیم انشالله با دوام داره سفر. تاجیکستان با پیش، تاجیکستان با پیش، تاجیکستان با پیش.